پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت به مرد 64 ساله ساکن جماعت دیوت خانواباد شهر اسفره آغاز کرده شد. نامبرده دوم نوامبر سال 2021 تخمیناً ساعت 17:30 دقیقه در حالت مستی در کوچه شیرالی شهر مذکور با زن 53 ساله ساکن جماعت دیوت خانواباد جنگ و جنجال نموده با کرد خوجگی یک مرتبه به قفس سینه او زده است. موافق خلاصه تشخیص سودی طبی جبر دیده به سلامتی ژرات وزن جسمانی برداشته است. روز 11 نوامبر سال 2021 تخمیناً ساعت 2:00 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه مرسدس بنز میرزازاده طالب عمرعلی سال تولدش 1993 ساکن جماعت دیهات شریف و نویه حمدانی هنگام حرکت از سمت نویه واسه واقع در حدود جماعت دیهات دشت گلهای نویه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده خرسال انصار نورالله سال تولدش 2015 ساکن جماعت دیهات دشت گلها را پخش نموده است. در نتیجه خرسال انصار نورالله جرات وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نویه شومنصور با عریضه مردان 28 و 29 ساله ساکنان شهر دوشنبه و ولایت مختار کوهستان بدخشان مراجعت نمودند که ماه یونیو سال 2021 در کوچه عینی پایتخت مرد 44 ساله ساکن شهر دوشنبه برای فریب به باوریشان در آمده از آنها $4000 امریکایی گرفته وعده داده است که به آنها شهروندی فدراسیون روسیه را گرفته می‌دهد، اما تا حال آنها را فریب داده مبلغ گرفته اش را به منفعت شخصی صرف نموده است. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت با عریضه زن 34 ساله ساکن جماعت دیهات اسماعیل و شهر مذکور مراجعت نموده است که ماه مارس سال 2018 زن 44 ساله ساکن امین شهر برای فریب به باوریش در آمده از او 60,000 سومانی گرفته وعده داده است که حجت‌های خانه استقامتیش را به نامش کرده می‌دهد، اما تا حال مبلغ گرفته‌اش را برنگردانیده است.